حبیب خدا گو همون روزه داره که از تشنگی و از گرسنگی افگار شده است، مانده شده است، خسته شده است، خواب است، خوابش در نزد پروردگار عبادت نویسانده می شود. 3 ساعت خواب میکنی، 4 ساعت خواب میکنی. تصور کن تو در مسجد نماز خوانده ایستاده ای. برای آدم روزدار خوابش هم عبادت است. حتی پروردگار به سوی ملائکه ها چی میگفت است؟ انظروا الی عبدی، همون بنده ای که شما نخواستین که مای من در زمین بیافرم، پیدا کنم، نظر به سوی همون بنده کنین. ترک شهوته و لذته و طعامه و شرابه من اجلی. انا همون بنده امروز ببین طعام در پیشش است. بعضی یار رفیقای به انصاف دارد که خورده ایستادند، لکن این آدم نمیخورد. این بنده ای که شما نخواستین آفرینش او را در روی زمین که حتی گفتین وی خون میریزاند، حتی گفتین که وی ناسپاسی تو را میکند، ای پروردگار انا همون بنده را نگاه کنید. طعام در پیشش طعام نمیخورد، شراب در پیشش شراب نمی نوشد. لذت زن دارد، زن جوان دارد، میل به خانه‌داری دارد، لیکن به سوی او نزدیک نمی شود. از برای چی؟ من اجل، پروردگار بگوید این از خاطر من است. یدع طعامه و شرابه لاجلی، و این خوردن و نوشیدن و لذت و همه اینا به خاطر پروردگارش ترک ساخته است. از این خاطر من ثواب روزدار من خودم مکافات میدم. حبیب خدا حتی گفتن که کل عمل ابن آدم یضاعف، ببین الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. حبیب خدا گفت آدم مسلمان وقتی یک نیکی میکند الله 10 ثواب تا 700 ثواب میدهد، لیکن الله گفت الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، مگر ماه رمضان که عدد ندارد، 700 ندارد، بلکه اون فقط عددش پروردگار میداند. ما جزای روزدار میدهیم. خوش به حالتان، خوش به حالتان ای بنده های با انصاف پروردگار که این ماه مبارک شما روزه داشته ایستاده. شما برای شما به خدا قسم خیلی نعمت کلانی هست. دوستای خدا این روز آرزو میکردن که خدایا یک بار دیگر بر رمضان ما را برسان. امروز افسوس که همون